درود به همه شما عزیزان. به چنل داستان‌های نشنیده خوش اومدید. اینجا رازهایی روایت میشن که سالها زیر سکوت دفن بودن. اگه آمادید وارد داستانی بشید که مرز بین عشق و هوس، خیانت و حقیقت رو به چالش میکشه و تا آخر راهاتون نمیکنه. همینجا بمونید چون قصه امروز قرار نگاهتون رو عوض کنه. تمام شب و بارون میبارید. رعد و برق بهاری و صدای قطرات بارون رو حلب ناودون دلمو میلرزوند. دلم میخواد زودتر صبح برسه و آفتاب بتابه، من بزنم به دشت. با صدای مادرم از خواب بیدار شدم. نور خورشید از لای پرده افتاده بود وسط اتاق. صدا زد: مهیا مادر، تازه چای دم کردم، صبحونه آماده است. من و مادرم و عمه پیرم که سالهاست با ما زندگی میکنه 3 نفری دور سفره نشستیم. عاشق همین جمع کوچیک بودم. من مهیام، 48 سالم، لیسانس کشاورزی دارم و توی یه خونه بزرگ روستایی زندگی میکنم. اهل روستا منو زشترین دختر آبادی میدونن. خودم نه، به نظرم معمولیم. قد بلند، پوست سبزه، بینی استخونی و اندامی لاغر. شاید چون اینجا زن توپل محبوب تره منو زشت میبینن. تو روستای ما دخترها زود ازدواج نمیکنن، اما نهایتا تا 30 سالگی همه سر و سامون میگیرن. من اما نه، خواستگار داشتم اما هیچ کدوم درست و حسابی نبودن. یا معتاد بودن یا خیلی پیر و کسی رو میخواستن که تر و خشکشون کنه، یا زن مرده. پدرم خدا رحمتش کنه همیشه میگفت قدم دخترم رو چشممه، بمونه بهتره تا اینکه بیفته دست آدم نااهل. و من موندم، به قول مردم ترشیده، به قول خودم خوشبخت. زمینامون به خونمون وصلن. یه گاوداری کوچیک و مدرن راه انداختم. ته زمینامون هم تو دامنه کوه یه باغ بزرگ داریم. از صبح تا شب سرم گرم زندگیه. 5 تا برادرام همه ازدواج کردن و ساکن شهرن و بیشتر آخر هفته ها میان. امروز چهارشنبه بود و فردا مهمون داشتیم. علاوه بر خانواده برادرام قرار بود خانواده پسرعموی ثروتمند مادرم هم بیان. بعد از صبحونه تون کارامو جمع جور کردم. مقدمات مهمونی فردا رو چیدم و یه نهار سبک خوردم. چکمه‌های لاستیکیمو پوشیدم و چتر رو برای احتیاط برداشتم. از کنار زمینا به سمت باغ انتهای زمینا راه افتادم. هوا عالی بود، گلای بهاری، صدای پرنده ها، نسیمی که از میان خوشه های سبز گندم رد می شد. یه سمفونی کامل. کنار زمینامون مسیر قدیمی روده. انگار قرنها پیش رودخانه خروشان بوده. الان به خاطر چشمه های زیادی که این اطراف هست همیشه پر آبه، اما فصل بارندگی مثل قدیما بسیار خروشان میشه. کنارش نسترن کاشتم و این نسترن‌های زیبا تو کل حاشیه رودخونه یه پرچین زیبا رو به وجود آوردن. ناگهان صدای بلند گربه‌ای از پرچین اومد. گاهی حیوانی تو پرچین گیر می افتاد. رفتم جلو ببینم چه شده که مردی رو دیدم. حدوداً 55 ساله، شاید هم کمی کمتر، داشت گربه رو آزاد می کرد. خواستم بی سر و صدا رد شم اما نگاهمون به هم افتاد. سلام کرد. گفت گربه گیر کرده بود. تا اون روز ندیده بودمش. اما نگاهش انگار آشنا بود. پرسیدم شما اهل اینجایید؟ گفت مهمونم. گربه رو آزاد کرد. بعد پرسید شما یه خانم تنها اهل اینجایید؟ گفتم بله، اینجا زمینای ماست. فکر نکنم تنها بودن یه زن تو زمینشون ایرادی داشته باشه و بدون اینکه منتظر جوابی بمونم برگشتم سمت خونه. دوباره بارون شروع شده بود. از اون بارونایی که انگار تصمیم داره همه چیزو بشوره. زمین، هوا، دل آدما. پنجشنبه از راه رسید. برادرام صبح زود یکی یکی رسیدن. خونه شلوغ شده بود که قصاب روستا اومد و 2 تا گوسفند برامون کشت. بوی گوشت تازه و هیزمی خیس با صدای بارون قاطی شده بود. نزدیک ظهر دایی قباد پسرعموی مادرم رسید با 3 تا پسراش و عروسا و دخترش نسترن. وسط کباب برپا شد. قرار بود بعد از نهار سری به باغ بزنیم. اما بارون ولکن نبود. مردا زیر ایوان مشغول تخت نرد شدن. من و زنای جوانتر هم جمع شدیم و فال حافظ می گرفتیم. طبق معمول حرف زندگی شد و سختیاش.
زن داداش بزرگم با نسترن خیلی صمیمی بود. پرسید پس شوهرت چرا نیومده؟ نسترن گفت رفته پیش خانوادش. نگام روی صورت نسترن گیر کرده بود. خدا انگار وقت آفریدن این زن حوصله بیشتری به خرج داده بود. زیبا، ظریف، چشمایی که برق میزد. درست نقطه مقابل من. با صداش به خودم اومدم که گفت ای کاش منم شبیه مهیا بودم و اصلا ازدواج نمی کردم. بعد انگار یادش افتاده باشه اضافه کرد البته مهیا جان بهت بر نخوره. من به این حرف عادت داشتم. بهم بر نخورده بود و لبخند زدم. نسترن ازدواج دومش بود. از هیچ کدوم هم راضی نبود و با همسر دومش هم اختلاف شدید داشت. همین باعث شد که نخوان بچه دار بشن. بعد آهی کشید و گفت کاش همون سالها به پیمان جواب مثبت داده بودم و شروع کرد به تعریف کردن که بعد از جدایی از شوهر اولش رفته سراغ پیمان، اما پیمان هیچ محلی بهش نداده بود. پدر پیمان که ما بهش میگفتیم دایی ابراهیم پسر عموی پدر نسترن و به تبع پسر عموی مادرم بود. من پیمان رو ندیده بودم. تا نوجوانی روستای کناری زندگی می کردیم و بعد روستای مادریم اومدیم چون زمینامونم همین روستا بود. اما از تعریفا معلوم بود قد بلند، خوش چهره و با شخصیت. و قدیما دیوانه‌وار عاشق نسترن بوده، ولی نسترن چون دایی قباد خیلی ثروتمند بوده و اینکه پیمان و خانواده‌اش تو روستا زندگی می‌کردن به این بهونه به پیمان نمیگه. البته بیشتر فامیلای دایی قباد تو همین روستا زندگی می‌کردن و اینکه دایی ابراهیم هم وضعش خوب بوده ولی نه به اندازه دایی قباد. و همه اینا بهونه شده که نسترن جواب رد بده و همون موقع با شوهر اولش ازدواج میکنه. پیمان هم برای همیشه از روستا رفته بود و هیچ وقت برنگشته بود و طبق شنیده ها هیچ وقت هم ازدواج نکرده بود. نسترن دوباره رو کرد به من و گفت خوش به حالت مهیا که مردی تو رو نپسندیده و مجرد موندی. قبل از اینکه چیزی بگم صدای عمم بلند شد. خوش به حال تو دخترم که تنوع طلبی و هی شوهر عوض میکنی. انگار که بهش برخورد. گفت عمه جان من فقط 2 بار ازدواج کردم. بعد یک دفعه انگار بخواد حال عمه رو بگیره با خنده گفت راستی عمه سختت نشد زن 4 یه مرد شدی؟ همه مکث کردن. عمه خندید. خنده آروم و بیکینه. گفت نه ولی در عوض زوگلی خان شدم. منم دقیقاً قیافم به عمم رفته بود. عمم 35 سالگی زن 4 یه خانه 72 ساله شده بود. زنای دیگرش تو شهر زندگی می‌کردن. خان یه روز مهمون پدرم شده بود و عمه رو دیده بود و عمه رو از پدر خواستگاری کرده بود. عمه میگفت چون تا اون سن خواستگاری نداشته قبول کرده. اما همیشه میگفت بهترین سالای عمرشو با خان زندگی کرده. بچه‌ای نداشت و بعد از مرگ شوهرش برگشته بود پیش ما. نسترن آهی کشید. نگاهش رفت به باران پشت پنجره. گفت اگه میدونستم میتونم دوباره دل پیمانو به دست بیارم همین فردا از شوهرم جدا میشدم. بارون محکمتر شده بود. بالاخره غروب جمعه رسید. مهمونا رفتن و خونه آروم شد. زندگی دوباره افتاد روی روال همیشگیش و منم مثل همیشه خودم رو انداخته بودم توی کار و زمین و گاوداری. یه بعد از ظهر برای سرکشی به زمین و باغ راه افتادم. روستای ما امن بود. اونقدر که آدم بدون ترس تا دامنه کوه هم میرفت. داخل باغ جایی که به کوه میرسید یه کلبه کوچیک هم داشتیم. کمی اونجا موندم. علفهای هرز و چیدم و راه افتادم سمت برگشت. هوا کمی به تاریکی میزد. همون موقع بود که صدایی از پرچین اومد. ناله‌ای کوتاه خفه. اول فکر میکردم بازم حیوانی گیر افتاده. آروم جلو رفتم اما این بار خشکم زد. 2 سایه میون درختا پایین پرچین بود. زن و مردی که پیکنیک اومده بودن و کاملا لخت بغل هم بودن و بی‌پروا در حال سکس. من هیچ وقت رابطه 2 نفر رو تا به حال ندیده بودم. حتی از ماهواره. کنجکاو هم نبودم. در مورد رابطه میدونستم. حالا این زن و مرد رو لخت روی هم میدیدم.
چهرهشون واضح دیده میشد ولی هیچ کدومو نشناختم. تعجب کردم چجور تا اینجا اومدن. هرچند یه جاده خاکی تو دامنه کوه بود ولی معمولا خودیا رفت و آمد میکردن. انگار منو مست کرده باشن. صدای ناله های بلند زن با صدای نسیم قاطی شده بود. و از مرد خواهش میکرد تمومش کنه ولی مرد با حرفای عاشقونه به شدت به کارش ادامه میداد. پشت پرچین پرگل ایستاده بودم. انگار پاهام به زمین قفل شده بود. نگاهشون میکردم. حال عجیبی بهم دست داده بود. شاید 10 دقیقه همینجور مات و مبهوت نگاه میکردم و کماکان مشغول بودن. یهو گفتم چرا وایستادم و دیگران رو دید میزنم. صدای ناله های زن با جیغ همراه شده بود. شرم مثل سیلی خورد تو صورتم. مست شده بودم. فوراً قدمامو تند کردم و برگشتم. حالم عجیب بود. وقتی رسیدم خونه رنگم پریده بود. حال خودم رو نمیفهمیدم. مادرم تا منو دید گفت چی شده دخترم؟ چرا رنگت پریده؟ آروم گفتم هیچی. شامو تو سکوت خوردیم. من همیشه پرشر و شور بودم اما حالا ساکت‌تر از همیشه شده بودم. مادر و عمه بی صدا نگام می‌کردن. سردرد و بهونه کردم و رفتم توی اتاقم. اما اون شب خوابم نبرد. تصویرها، صداها و چیزی مبهمتر از همه. حسی که نمیدونستم اسمش کنجکاویه یا بیدار شدن چیزی که تا اون روز تو من خواب بوده. روزها می‌گذشت اما اون تصویر ناله‌های لذت بخش زن که با نوازش و تغییر پوزیشن مرد به جیغ تبدیل می‌شد نه تنها از ذهنم نمی‌رفت که جون می‌گرفت. انگار هرچی بیشتر هلش می‌دادم عقب پررنگ‌تر می‌شد. دلم می‌خواست مثل بقیه باشم، شوهر داشته باشم و کنار کسی زندگی کنم. چیزی تو وجودم بیدار شده بود که سالها فکر می‌کردم اصلاً وجود نداره. من همیشه به خودم میگفتم احساس من فرق داره. اما حالا انگار در دام چیزی افتاده بودم که نه راه پس داشت و نه راه پیش. خودم رو بیشتر در کار غرق می‌کردم. زمین، گاوداری، باغ. اما شبها بی اجازه می اومد. بی صدا ولی سمج. ما روستایی بودیم و برای من گناه فقط یه واژه نبود. تا اون روز که مادرم گفت جیران زن دایی ابراهیم باید بره برای چکاب قلبش. پیام مأموریت رفته. پیام پسرشون شهر زندگی میکرد و همیشه کارای پدر و مادرش انجام میداد. گفتم من میبرمش. یه 206 داشتم و رانندگیم خیلی خوب بود. همون موقع تلفن خونه زنگ زد. زن داداش بزرگی هم که دختر خالم بود زنگ زده بود. با مادرم صحبت کرد. منم گوشی رو گرفتم و چند کلمه صحبت کردیم که گفت بیاین سر بزنیم. که گفتم اتفاقا باید زندایی رو بیارم برای ویزیت دکترش. همه رو دعوت کرد و اینطوری که شد روز ویزیت همراه با دایی ابراهیم، عمه، مادر و زندایی همه با هم رفتیم شهر. ناهار خونه برادرم خوردیم. بعد من و زندایی راه افتادیم سمت مطب. تو سالن انتظار نشسته بودیم که متوجه شدم مطب مشترکه. دکتر قلب و همسرش که همسرشون روانپزشک بودن. یه لحظه فقط برای یه لحظه فکری مثل جرقه توی ذهنم زد. نکنه بشه این حسا رو خاموش کرد. بلند شدم و رفتم سمت منشی اون طرف سالن. پرسیدم برای امروز وقت دارین؟ گفت اگه مریضی تأخیر کنه میتونم بین بیمارا داخل بفرستمتون. زندایی چیزی نپرسید اما خودم توضیح دادم یه مدت بعد خواب شدم که گفت داروی خواب نخور مادر جان. دمنوش گل گاف زبان و استوخودوست بخور. گفتم نه فقط میخوام ویتامین یا مکمل بده. منشی اسممو صدا زد. پرسیدم نوبت زندایی چقدر مونده که گفت 8 نفر. وقت داشتم. داخل اتاق شدم. هم دکتر آروم بود و مهربون. گوش کرد بدون قضاوت. همه چیزو گفتم. بعد گفت شما سالها تمایلاتتون رو سرکوب کردین. حالا با یه محرک فعال شده. این کاملا طبیعیه. گفتم من نمیتونم خارج از عرف سکس کنم. فقط میخوام دوباره بیمیل بشم. چند سوال پرسید. داروی خاصی تجویز نکرد. فقط گفت برای خواب عمیقتون شبا قبل از خواب منیزیم استفاده کنی و توصیه به مشاوره کرد. وقتی بیرون اومدم با خودم گفتم
از این به بعد اولین خواستگاری که بیاد قبول میکنم. چنان غرق فکر بودم که نفهمیدم اسم زندایی و صدا زدن. آروم بازومو گرفت و گفت مادر نوبت ماست. اون شب برگشتیم روستا. بعد از اون سعی کردم با یوگا و مدیتیشن ذهنمو آروم کنم و تا حدی هم موفق بودم. اواخر تیر ماه بود. روزها کشدار و بلند بودن. از که هوا کمی خنک‌تر شد راه افتادم سمت باغ. همون جایی که به دامنی کوه میرسه. خیلی وقتا مامان و عمه همراهم می اومدن ولی اون روز تنها بودم. کنار باغ یه قطع زمین کوچیک و سبزی کاشته بودم. خیار، کاهو، گوجه و سبزیجات. خم شدم به جالیس رسیدگی کردم و میچیدم. سبد که پر شد کرتا رو باز کردم تا آب چشمه بیفته تو جالیس. بعد دوباره بستمشون. نسیم خنکی میوزید. اما یهو حس کردم کسی نگام میکنه. سرمو بلند کردم و دیدم بله همون مرد. همونی که چند وقت پیش توی پرچین دیده بودمش. با خشم گفتم شما کی هستین؟ اینجا چی کار میکنین؟ سلام داد. جواب سلامشو دادم که گفت ببخشید مهیا خانم داشتم قدم میزدم. دیدم اینجایین. جا خوردم. من نمیشناختمش. ولی او اسم منو میدونست. تعجبمو که دید گفت پیمانم پسر دایی ابراهیم. لبخند خودش راهشو پیدا کرد. معذرت خواهی کردم. گفت نه حق با شماست. من مقصرم. بعد گفت میخوایم برگردین؟ گفتم بله. سبدو از دستم گرفت. کمی معذب بودم. اما ته دلم داشتم به نظرم فحش میدادم. چطوری میشه عشق چنین مردی و نادیده گرفته باشه؟ پیمان خوشتیپ بود و خوش چهره. راه که میرفتیم سر حرف باز شد. ازم تشکر کرد که وقتی پیام و خواهرش نیستن حواسم به پدر و مادرشه. گفت مادرم همیشه میگه خیلی بابت زحمتهای مهیا ازش ممنونم. گفتم کاری نکردم. خونمون به زمین وصل بود. دیوار پشتی نداشت. با هم تا حیاط جلویی اومدیم. مامان و عمه روی ایوان پایینی نشسته بودن. دیدم زندایی جیران مادر پیمان هم باهاشونه. ما با خونه دایی ابراهیم همسایه بودیم. مامان تا پیمانو دید بلند شد بغلش کرد. عمه هم همینطور. پسرم بالاخره اومدی؟ احوال پرسی طول کشید. مامان دعوتش کرد شام بمونه ولی قبول نکرد. خداحافظی کرد و همراه زندایی رفت. سالها بود که پیمان به روستا نیومده بود. از همون زمان ازدواج نسترن. شاید به خاطر شکست عشقی. شاید همچون میدونست بیشتر آخر هفته خانواده دایی قبال و خود نسترن میان روستا. روستای ما تو منطقه کوهستانی بود پر از چشمه سار. مامان با تعجب رود کرد به عمه و گفت تو تعجب نکردی پیمان بعد از این همه سال برگشته؟ عمه گفت جیران تعریف کرده که از عید تا حالا بی سر و صدا چند باری اومده روستا اما خودشو آفتابی نمی کرد و این اولین باری بود که پیمان اومده بود تو دید. شب که رسید با همه خستگی خواب چشمم نیومد. نگاه پیمان ولکنم نبود. نه نگاه هوسناک نه از آن کنجکاوی‌های گذرا. بیشتر شبیه نگاه کسی بود که بعد از سالها چیزی گم شده رو پیدا کرده باشه. با خودم گفتم مهیا خیالات برداشته ای بخواب. نفهمیدم کی خوابم برده بود. چشممو که باز کردم به ساعت نگاهی انداختم. 5:30 صبح بود. کم خوابیده بودم اما خسته نبودم. بی صدا رفتم روی ایوان. دیدم پیمان از خونه دایی ابراهیم با ماشین شاسیش بیرون اومد. درو بست. میخواست سوار بشه که نگاهش به نگاهم افتاد. چند ثانیه مکث کرد. نه دستی بلند شد و نه حرکتی. سوار شد و رفت. بعد از رفتنش دوبار به هم پیام داد. میگو شماره‌مو از یکی از خواهراش گرفته. اول حال پدر و مادرش رو پرسید. گفت زنگ زده بوده. خونشون که جواب ندادن. نگرانشون بود. نوشتم برای مراسم خاک سپاری با مامان و عمه رفتن روستای کناری. بار دوم گفت داره دوباره میاد روستا. پرسید چیزی لازم ندارم برام بیاره. بی هیچ حرف اضافه‌ای. منم ازش تشکر کردم و نوشتم نه چیزی لازم ندارم. خودم رو قانع کرده بودم. میدونستم من هرگز در قاب نگاه پیمان جا نمیگیرم. برای همین تصمیم گرفتم فاصله رو نگه دارم.
مادر و عمه سالها از عاشقانه پیمان برام گفته بودن، قصه‌وار، مثل افسانه‌ای که مال آدمای دیگه است. و حالا داشتم تمرین می‌کردم چطور خودم از چیزی که آرام آرام داشت جان می‌گرفت عقب بکشم. 2 هفته گذشته بود که پیمان بی سر و صدا و دور از چشم همه دوباره برگشت خونه پدر و مادرش. زندای جیران دم غروب مادرمو دیده بود و گفته بود امشب مهمون داریم یا نه. گفته بود پیمان اومده. گفتیم امشب یه سر بیایم شب نشینیم. وقتی اومدن پیمان یه گلدون ارکیده آورده بود. خیال میکردم یه شب نشینی ساده است، از همونا که حرفش میاد و میره. پیمان گفت اینا برای تشکره، برای مهیا خانم، زحمتی که برای پدر و مادرم کشیدن. گفتم کاری نکردم، مثل پدر و مادر خودم بودن. دایی ابراهیم مکسی کرد، انگار حرف و تو دهانش مزمزه میکرد. بعد گفت البته ما به نیت دیگه‌ای هم اومدیم. همتون ماجرای پیمانو میدونین. اون گذشتش بود و تموم شده. از وقتی مهیا رو دیده مهرش به دلش افتاده. گفتیم امشب برای خواستگاری بیایم که اگه خودشون به توافق رسیدن بعداً علنی کنیم. نمیدونستم گوشام چی شنیدن. اصلا شک کردم درست شنیدن یا نه. خواستگاری من برای پیمان چند لحظه سکوت افتاد. اما برق شادی تو چشمای مادر و عمه واضح بود. مادرم سکوت و شکست. کی بهتر از پیمان؟ همون وقت پیمان از بزرگترها اجازه گرفت که با من حرف بزنه. با اجازه مادرم رفتیم داخل اتاقم. نگاهش افتاد به کتابخونه بزرگ اتاق. بی اختیار گفت همه رو خوندین؟ گفتم آره. دعوتش کردم بشینه. اجازه گرفتم چای و کمی میوه بیارم. وقتی برگشتم دیدم ایستاده روبروی کتابخونه و کتابا رو نگاه میکنه. بعد اومد نشست و بی مقدمه گفت سالها بود مادرم تعریفتون رو میکرد تا روزی که اتفاقی دیدمت، همون بار اول. وقتی برگشتم خونه و نشونی دادم مادرم گفت مهیاست که به زمین و باغشون سرکشی میکنه. بعد از نسترن گفت از عشق سالهای دورش، از اینکه زمان بالاخره همه چیز رو عادی میکنه و از اینکه از همون روز من براش خاص شده بودم. او گفت و من فقط گوش دادم. آخر حرفاش گفت من مدتی اینجا نبودم. شاید بهتر باشه مدتی با هم حرف بزنیم. ممکنه از اخلاق من خوشت نیاد، ولی من شما رو کاملا پسندیدم. نگاهش کردم. با خودم گفتم چطور ممکنه مردی با ثروت و خوشچهرگی پیمان بیاد سراغ من و به قول مردم روستا زشترین دختر روستا. پرسیدم ملاکتون برای انتخاب من چی بوده؟ گفت تو مهربونی، پرتلاشی، زندگی تو خودت ساختی. من توی این سن آرامش میخوام و این آرامش رو توی تو دیدم. وقتی از اتاق بیرون اومدیم قرار شد قضیه خواستگاری و فقط همین جمع بدونن و من و پیمان مدتی با هم حرف بزنیم برای شناخت بیشتر. خداحافظی کردن و رفتن. اشک شادی تو چشمای مادرم جمع شده بود. گفت دیگه اگه بمیرم خیالم راحته. گفتم خدا نکنه. تقریبا 1 ماه هر شب پیمان زنگ میزد. از هر دری حرف میزدیم. مهربون بود، صبور و واقعی. آخرش موافقت منو گرفت. اواسط شهریور بود که پیمان برگشت روستا. این بار وسط روز. همه روستا خبردار شده بودن. مادرم به بهونه دوره همه برادرامو با خانواده هاشون دعوت کرده بود. 5 شنبه بود. نهار خوردیم و تموم حرفا حول پیمان میچرخید. مامان ماجرای این مدت رو برای برادرها تعریف کرده بود. برای امشب مفصل تدارک دیدیم. منم با وجودی که صورتم بسیار کم بود، داداش کوچیکم موهای صورتم رو اصلاح کرد و یه میکاپ خیلی خیلی ملایم روی صورتم انجام داد. واقعا زیبا شده بودم. فکر نمی کردم با همین خیلی تغییر کنم. شب کل خانواده پیمان با عروس و دوماد اومدن خونمون. پیمان از همیشه خوش‌تیپ‌تر بود. منم لباس زیبایی پوشیده بودم. با یه سبد گل بزرگ وارد شد. گل داد دست من. همون شب قرارا گذاشته شد. زندای جیران عجله داشت. برای نشون یه حلقه و یه نیمست طلای سفید آورده بودن و من و پیمان رسما نامزد شدیم.
دایی ابراهیم همه رو برای نهار جمعه به خونش دعوت کرد. تو همین مهمانی قرار شد مراسم عقد و عروسی رو با هم برگزار کنیم. انگار همه عجله داشتن زودتر ما رو سر خونه زندگیمون ببینن. فردای اون روز من و مامان و زندایی جیران و عمه راهی شهری شدیم که پیمان اونجا زندگی میکرد. وقتی به خونش رسیدیم ناخودآگاه لبخند روی لبم اومد. یه خونه ویلایی بزرگ وسط حیاتی پر از درخت و گل. پیمان تو این سالها برای خودش کسب و کاری را انداخته بود. راستشو بخوای حتی از دایی قباد هم خیلی ثروتمندتر شده بود. شاید دلیل نگفتن نسترن به بهونه ثروت از پیمان چنین آدمی رو ساخته بود. وارد خونه شدیم که مامان گفت باید زودتر جهیزیه تو رو هم جمع کنم. پیمان خندید و گفت اینجا همه چیز هست، لازم نیست چیزی بیارین. ولی من آروم گفتم اجازه بدین بعضی چیزا رو خودم انتخاب کنم. آدم دلش میخواد یه بخشی از خونه رنگ و بوی خودشو داشته باشه. قبول کرد. همون روز رفتیم خرید عروسی. بعد هم پیمان منو به یه مزون معروف برد تا لباس عروسمو سفارش بدم. زمان خیلی کم بود ولی قول دادن با اجرت بیشتر به موقع آمادش کنن. حدود یه هفته تو خونه پیمان موندیم. بعد برگشتیم روستا. شب بود که گوشیم زنگ خورد. نسترن بود. جواب دادم و بعد از یه احوالپرسی سرد گفت شنیدم با پیمان نامزد شدی. گفتم آره. چند ثانیه سکوت کرد. از اون مکثایی که آدم حس میکنه پشتش چیزی پنهانه. بعد گفت مهیا تو دختر ساده‌ای هستی. پیمان اون چیزی که تو فکر میکنی نیست. سرش به رابطه‌های زیاد و گروهی گرمه. تو رو هم برای روز پیری گرفته. انگار یهو خون تو رگام سر شد. ادامه داد من صلاح تو رو میخوام. یه سری مدارک دارم الان برات میفرستم. هیچ چیز نگفتم. فقط نفس میکشیدم. من منتظر بودم. تماس رو قطع کرد. چند لحظه بعد عکس‌ها رو تلگرام برام فرستاد. چند عکس از پیمان کنار چند زن تو وضعیت خیلی بد. وضعیت‌هایی که هیچ جوره نمیتونستم راحت ازشون بگذرم. عکس‌ها به نظر واقعی بودن. اما همون لحظه یادم افتاد چند وقت پیش نسترن گفته بود چشمش دنبال پیمانه. با این حال نمیتونستم همینطور ساده از ماجرا بگذرم. نمیتونستم وانمود کنم چیزی ندیدم. پیمان سالها بود از روستا دور شده بود. رفته بود استان مجاور و هیچ وقت تا همین امسال پاشو دوباره این طرفا نذاشته بود. خانواده دایی هم هیچ وقت حرفی از اون نمیزدن. واقعیت این بود که خانواده ما هم به واسطه شناخت قدیمی هیچ تحقیق جدی نکرده بودن. عکسایی که نسترن برام فرستاده بود سیوشون کردم. بعد هم از چت خودم و نسترن اسکرین گرفتم. راه افتادم سمت شهر. فاصله روستا و شهر خیلی کم بود. من همیشه برای کارام رفت و آمد می کردم و کارهای کامپیوتریمو می سپردم به خانم جوانی که کافی نت داشت و فتوشاپ و حرفه‌ای بلد بود. راستار خوبی هم بود. عکس‌ها رو که دید همون لحظه گفت اینا فتوشاپه، خیالت راحت باشه. انگار باری از رو دلم برداشته شد. همونجا تصمیم گرفتم هر پیامی از نسترن اومد باز نکنم و دیگه جواب زنگاشو ندم. از زندگیم کنار گذاشته بودمش. خونه برادر کوچیکم رفتم و کمی خرید داشتم که با خانمش انجام دادیم. من همیشه لاغر بودم و هیچ وقت طرفدار عملای زیبایی نبودم. ولی این زندادش هم برعکس من بود. 1000 مدل ایده داشت که گفت بیا یکم چربی به صورتت بزن. خیلی طبیعی قشنگ میشی. اولش قبول نکردم اما اونقدر اصرار کرد که گفتم باشه ولی خیلی کم. پیش دکترش رفتیم. دکتر که کارش تموم شد انگار معجزه کرده باشه. صورت هم همون بود فقط آرومتر و نرمتر شبیه نسخه بهتر خودم. کارای عروسی به سرعت پیش میرفت. اواسط مهر ماه تو خونه ما یه جشن مفصل گرفتیم. همه میگفتن عروس خیلی زیبایی شدم. زندگی مشترک من و پیمان شروع شد. پیمان یک مرد بی‌نظیر و فوق‌العاده بود. انگار خدا خودش برام کنار گذاشته بود. 6 ماه از ازدواجم گذشته بود که یه روز به پیمان گفتم اگه دوست داری پدر بشی با توجه به سن من میتونیم با تخمک اهدایی IVF کنیم. پیمان لبخند زد و گفت مهیا اگه به خاطر من نه واقعا دوست ندارم تو این سن و سال دنبال بارداری بیفتیم. واقعیت خودم هم از ته دل نمیخواستم. حس میکردم بارداری دیگه فصل من نیست. مدتی گذشت تا یه شب پیمان آروم گفت
مهیا نظرت چیه یه بچه رو به فرزندی قبول کنی؟ چشمام برق زد. انگار رویای منو بلد بود. گفتم عالیه، ولی یه چیزی، به جای نوزاد یا شیرخوار اجازه بدیم یه کودک ما رو انتخاب کنه. همیشه پدر و مادر تصمیم میگیرن بچه‌ای رو به دنیا بیارن. این بار بذار یه بچه پدر و مادرش رو انتخاب کنه. کارای قانونی اما سخت‌تر از چیزی بود که فکر میکردیم. برای سرپرستی افراد زیر 50 سال اولویت داشتن. من 49 سالم بود و پیمان 56 سال. با این حال روال طی شد. روزی که برای مراحل پایانی رفتیم پرسیدن دختر میخواین یا پسر. گفتیم فرقی نداره، بذارین خودش انتخاب کنه. چند دقیقه بعد مددکار همراه با یه دختر 8 ساله وارد شدن. سرش پایین بود. آروم جلو اومد. وقتی سرشو بالا گرفت برق عجیبی تو چشماش بود. پرسیدم دخترم اسمش چیه؟ آهسته گفت عسل. پیمان لبخند زد و گفت واقعا عسلی. مددکار پرسید عسل نظرت چیه؟ خانم و آقا رو به عنوان پدر و مادر قبول میکنی؟ عسل مکسی کرد. با صدایی که انگار یه تکه کوچیک از قلبم شکست گفت واقعا میخوان پدر و مادر من باشن چون هیچ کس منو انتخاب نکرده. نفسم بند اومد. گفتم اگه تو ما رو دوست داشته باشی این تویی که باید انتخاب کنی. ناگهان خودشو انداخت تو بغلم. صف بغلش کردم. اشکامو قورت دادم که نریزه. کمی بعد مددکار دستشو گرفت که بیرون برن. آهسته بهش گفت خاله خواهر و برادرم چی میشن؟ متعجب موندم. مددکار عسل رو برد بیرون و مسئول مرکز برامون توضیح داد. عسل وقتی 2 ساله بوده همراه با پدر و مادرش که 2 قلو و 8 ماه باردار بوده سوار بر موتور تصادف میکنن. پدرش همون لحظه فوت میشه. مادرش با خونریزی شدید داخلی اتاق عمل میره. بچه‌ها رو سزارین میکنن اما زیر عمل فوت میشه. عسل معجزه آسا سالم میمونه. یه مدت پیش مادر بزرگش زندگی میکنن و بعد مادر بزرگ هم فوت میشه. فامیل چون خیلی فقیر بودن نتونستن بچه‌ها رو نگه دارن و هر سه وارد بهزیستی میشن. من و پیمان به هم نگاه کردیم. پیمان گفت پس هر ستاشون رو میخوایم. مسیر دوباره شروع شد. مصاحبه، بررسی، تایید. بعد از یه مدت با سرپرستی هر سه کودک موافقت شد. چند جلسه عسل و غزل و امید همراه مددکار خونه ما اومدن. تو حیاط تاب و سرسره نصب کرده بودیم. من براشون اتاقاشون رو آماده کردم. روزی که برای همیشه تحویلمون دادنشون بهترین روز زندگی ما بود. به خانواده ها خبر دادیم. پیمان گفت باید توی روستا جشن بگیریم. تو باغ دامنه کوه جشن مفصلی گرفتیم و همه خیلی زود با بچه ها اخت شدن. حالا 2 سال از اون روزا گذشته. هر روز که از خواب بیدار میشم و صدای خنده هاشون رو میشنوم حضور خدا رو واضح تر حس میکنم. عسل یه روز گفت مامان هیچ کس منو به فرزندی قبول نمیکرد. من از خدا خواستم خودش برای من و غزل و امید پدر و مادر پیدا کنه و راست میگفت. خدا همیشه بهترینا رو برای من و پیمان نگه داشته بود. فقط باید زمانش میرسید. امیدوارم از داستان واقعی پیمان و مهیا خوشتون اومده باشه. نظراتتون رو برام کامنت کنین و برای دیدن ویدیوهای بعدی کانال را سابسکرایب کنید.